نکات مهم و کاربردی برای خوردن میوه. این روش صحیح خوردن میوه است. سر و ته کیوی رو ببرید، یه قاشق رو وارد کیوی کنید، دور تا دورش بچرخونید، حالا به راحتی میل کنید. در مورد آناناس، سر و انتهای آناناس رو جدا کنید، بعد آناناس رو از قسمت گوشه نصف کنید، در مسیر خطوط آناناس برش بدید. با این روش خوردن آناناس تمیز و بی درد سره. هندونه رو از وسط نصفش کنید، سپس چندین برش عمودی و افقی ایجاد کنید. خیلی راحت اون رو بردارید و بخورید و دیگه نگران ریختن آب هندونه روی لباستون نباشید. برای پوست گرفتن انار بهترین روش اینه که سرش رو 5 برش بدید، پوسته انار رو برش بدید، به این صورت از هم بازش کنید، پرده سفید داخل انار رو در بیارید. حالا شما یک گل انار بسیار زیبا و خوشمزه دارید. برای طالبی ابتدا لایه رویش رو بردارید، سپس پوست کنارها رو جدا کنید، برش های یک نواخت بدید. میهمانان شما از دیدن برش های طالبی شگفت زده میشن. دهانه یه بطری رو ببرید، روی پرتقال قرار بدید، چندین بار بچرخونید، سر پرتقال رو جدا کنید، دهانه بطری رو بذارید داخل سوراخ و از یه قاشق برای له کردن پالپ پرتقال استفاده کنید. حالا شما یه لیوان آب پرتقال تازه و خوشمزه دارید. برای گیری فرود قسمت پایین و بالای پوست رو جدا کنید، یه برش در وسط ایجاد کنید و مانند تصویر هر نیمه رو باز کنید و پوست رو از پالپ جدا کنید و به راحتی میل کنید. بهترین روش خوردن انبه اینه که از وسط ببریدش و با کمی فشار قسمت بالایی رو جدا کنید و با یه قاشق میل کنید و 3 تا قلب قرمز حتما برای من بذارید.